حدود یک ماه از بازداشت جولیا و بیشتر از آن از ندای پریانی و همسرشان و طفل کوچکشان میگذره، اما بدبختانه تا اکنون هم خانواده های این دو زندانی نتانستند که با اعضای خانواده خود که در زندان و استخبارات طالب هستند تماسی داشته باشند و یا هم معلوماتی بگیرن که اینا در کجا هستن و از طرف کی بازداشت شدن. این نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر توسط گروه تروریستی طالبان هست و شرم‌آور هستی که در هیچ نظامی، در هیچ رژیمی، در هیچ انسانیتی، در هیچ مسلمانیتی چنین چیزی نیست که شما بیاین زن مردم از خانه بدون اینکه جرمی را انجام داده باشه ببرین و هیچ به خانواده‌اش هم اطلاع ندین که کجا برده شده و کجا هست، در کجا زندانی هست، چگونه زندانی هست و وضعیتش از چی قرار است. واقعا خلاف تمام موازین انسانی، اسلامی، اخلاقی، شرعی، هر آن چیزی که شما میتونین به او فکر بکنین و در این چوکات رو جا بتین هیچ جایی نداره. من نمیفهمم که برای این کار خود گروه تروریستی طالب چه توجیه داره که یک زن از خانه بیایه ببره اولادایش و پسرش، همسرش همه روزه پشت حوزات، پشت ریاست ها، پشت هر آن آدرسی که برشان گفته میشه میرن و دنبال خانم های خود و دنبال همسرای خود و یا هم دنبال دختر خود هستن. واقعا شرم آور است، واقعا خجالت آور است و واقعا درد آور است. در هیچ جای دنیا چنین اتفاقاتی نمیفته که مگر که جرمش به حد باشه که به هزاران نفر قتل کرده باشه یا قاتل و خونخوار مثل طالب باشه. اما در افغانستان قاتلین شما میبینین که امیال آزاد میگرده، اما کسایی که برای حق، عدالت و آزادی میجنگن متاسفانه از طرف گروه تروریستی طالب بازداشت میشن و بعد در زندان انداخته میشن و حتی سرنوشتشان، خانواده هایشان، همسرشان، پسرشان، دخترشان حتی آگاهی نداره، حتی نمیتونن تماس بگیرن که شما کجا هستین و در چه وضعیتی به سر میبرین. واقعا دردآور است. ما از جامعه جهانی، از نهادهای حامی حقوق بشر و از نهادهایی که داد از حقوق بشر میزنن میخواهیم که در این راستا همکاری بکنن تا زودتر بتوانیم جولیا و بانو ندای پریانی را از گروه تروریستی طالب، از زندان گروه تروریستی طالب، از وحشت طالب نجات بدیم.